سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همینطور که توی ویدیو مقدمه و معرفی گفتیم، پیش نیاز فرزندپروری سالم داشتن والدینی با روان سالم هست. این اولین قسمت از پلیلیست والدین آگاه هست. همه آدما توی زندگیشون یک سری طرز فکر و الگوهای رفتاری دارن که تو شرایط مختلف زندگی براشون دردسرساز بوده. در واقع همه ماها تا حالا برامون پیش اومده که علیرغم اینکه توی زندگیمون خیلی تلاش کردیم، با وجود حالا دانشگاهی که رفتیم، درس خوندیم، کاری که انجام دادیم و تو شرایط مختلفمون، اما با وجود تلاش‌های زیادمون اون نتیجه‌ای که مد نظر خودمون بوده رو ندیدیم در واقع. یا اینکه یه سریامون تا حالا شده تو شرایط مختلف یه سری حالت‌ها و احساسات ناخوشایند داشتیم. مثلا توی یه سری از شرایط‌ها خیلی ناراحت بودیم، افسرده بودیم، غمگین بودیم، اما نمیدونستیم دلیل این ناراحتیمون چیه. بعضی وقتا حتی نمیدونیم باید چی کار بکنیم. شاید شما این حرفا رو از اطرافیانتون شنیده باشید یا این حسا برای خود شما آشنا باشه که مثلا من نمیدونم چه کاری برام خوبه، من نمیدونم چه رشته‌ای باید برم، من نمیدونم چی کار باید بکنم تا موفق بشم، یا من دارم سخت توی حوزه کاری خودم فعالیت میکنم اما خب اونجوری که باید موفق نیستم یا درآمد خوبی ندارم و شبیه اینجور حرفا. خب ببینید خیلیا به فکر این افتادن که شروع کنن به ریشه یابی، به پیدا کردن دلیل این حالات. اما خب خیلی وقتا برای ما هم پیش اومده که دوست داشتیم این دلیل این حالاتمون رو پیدا کنیم، اما واقعا نمیدونستیم چطوری باید پیدا کنیم. یا مثلا به تراپیست و روانشناس مراجعه کردیم ولی بازم تأثیری نداشته. دورهای مختلفی شرکت کردیم، کتابی خوندیم، اما اونجوری که باید هنوزم کشف نکردیم که دلیل یک سری از رفتارهامون، حال بدمون و عدم موفقیتمون توی شرایط مختلف چی بوده. خب من اینجا هم تا کمکتون کنم که توی این مسیر متوجه بشیم که اولین قدم برای پیدا کردن یک سری گره‌های درونی، یک سری دلیل حالت هامون چیه. طبق تجربه‌ای که من توی این 5 سال داشتم، اولین قدم توی این مسیر پیدا کردن طرحواره هامون هست. خب حالا طرحواره چیه؟ طرحواره ها یه سری الگوهای رفتاری ثابتی هستن که از دوران کودکی درون ما شکل میگیرن. این الگوهای رفتاری خیلی عمیق هستن و بسته به شرایطی که ما درونش بزرگ شدیم و رفتار و تربیت والدینمون یا هر کسی که کودک رو تربیت کرده، یه سری الگوهای رفتاری درون ما به وجود اومده که بهشون میگن طرحواره ها. و در واقع طرحواره ها ناکارآمد هستن، یعنی الگوهای رفتاری سالمی نیستن. پس چی شد؟ شناخت طرحواره ها به ما کمک میکنه که ما بتونیم دلیل یک سری از رفتارهامون رو عمیقاً متوجه بشیم و بفهمیم که چرا ما توی یه سری شرایط مختلف حالتهایی رو داریم که خودمون هم دلیلش رو نمیدونیم. من بخوام یه مثالی از تعریف طرحواره ها بزنم که بهتر متوجه بشید، نمیدونم چرخ خیاطی قدیمی رو دیدید تا حالا یا نه. چرخ خیاطی قدیمی یه سری الگوهای ثابت دارن مثل زیگزاگ که شما هر مدل پارچه‌ای با هر رنگی رو زیر این سوزن قرار بدید، زیر چرخ خیاطی، همون الگوی ثابت و تکراری رو انجام میده براتون. حتی اگه اصلا کاغذ هم نذارید، حتی اگه پارچه هم نذارید، کاغذ یا مقوا بذارید، بازم همون الگوی زیگزاگ رو انجام میده. در واقع طرحواره هم برای ما همین کارو میکنه. توی شرایط مختلف زندگیمون این طرحواره ها به صورت ناخودآگاه بدون اینکه از ما اجازه بگیره، یعنی ذهن ما بدون اینکه از ما اجازه بگیره میاد همون الگوهای رفتاری ثابتی که درون ما وجود دارن و شرایط مختلف تکرار میکنن، حتی اگه اون الگوی رفتاری مناسب اون شرایط و اون وضعیت نباشه، اما انجامش میده. پس اهمیت شناخت طرحواره ها اینجا برامون مشخص میشه که ما با آگاهی بدونیم که توی هر شرایطی از زندگیمون چه رفتاری باید نشون بدیم، نه اینکه ذهن ما بیاد به صورت ناخودآگاه بدون اینکه خودمون بخوایم همون الگوی تکراری که چندین سال داریم انجام میدیم همینجوری این چرخه رو ادامه بده. خب
من یه مثالی میخوام بزنم راجع به شناخت طرحواره‌ها و اینکه چجوری توی زندگیمون بهمون کمک میکنه. ما وقتی مریض میشیم و به دکتر مراجعه میکنیم، دکتر برای اینکه مشکل ما رو ریشه یابی کنه و از ریشه متوجه بشه مشکلمون چیه و بهمون درمان بده، میگه برو چکاپ، آزمایش چکاپ بگیر، یا مثلا سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، که من ببینم مشکل چیه اساسی. در واقع پیدا کردن طرحواره‌ها هم دقیقاً مثل همین میمونه. یعنی در واقع ما با شناخت طرحواره‌هامون چکاپ روانی از خودمون به دست میاریم و متوجه میشیم که دلیل رفتار ریشه‌ایمون توی شرایط‌های مختلف چیه. میشه گفتش که شناخت طرحواره‌ها یک پایه اصلی و ابتدایی برای شناخت خودمون هستش. تصمیم دارم توی ویدیوهای بعدی بهتون کتابا و دوره هایی که شرکت کردم و خیلی بهم کمک کرد توی شناخت طرحواره‌هام رو معرفی کنم بهتون، و اینکه حتی اگه تصمیم دارید به تراپیست هم مراجعه بکنید، من پیشنهادم اینه قبل از اینکه به تراپی مراجعه کنید خودتون طرحواره‌هاتون رو شناسایی کنید و در واقع هم مثل همون مثالی که زدم با این برگه آزمایش روانی پیش تراپیتون برید و با هم ریشه یابی کنید این طرحواره‌ها رو و یه جوری شروع کنید به درمان خودتون. با من همراه باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.